اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. تبت یدا ابی لهب و تب. دستهای ابولهب یعنی پدر شعله های آتش خشک شود و خود او هم هلاک شد. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. مال او و دسترنجش از وی تباهی و عذاب را دفع نکرد. سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. به زودی به آتش شعله‌وری داخل می شود و همسرش نیز آن زنی که پشته هیزم را به دوش می کشید. در گردن او که به زیورها مزین شده است ریسمانی از لیف خرما حلقه زده است.